اکنون از امریکا همه چیز زکات کردن آسان شد. سلام دوستان عزیز، برای شما در این ویدیو از امریکا زکات کردن رو نشان میدیم و مقایسه نرخ امریکا و تاجیکستان رو میگویم. در کانال پادپیسه کرده لایک مونه ویدیو را تا آخر تماشا کنید. حاضر برای شما یگان لباس را انتخاب کردن نرخش رو میگویم که از خیتو چی فرقیت دارد طرز زکات کردن و نرخش چه خیلی است. با دقت تماشا کنید. مثال میگیریم همین لباس دخترانه را. نرخ این یعنی $3.58 است. و تاجیکی گیریم تقریبا 33-34 سومانی تاجیکی می شود. در اونج در آمده رنگاش هم میبینیم، نرخش یک بارگه میبینیم و مقایسه میکنیم. خیلی که از خیتوی زکات میکنیم از امریکا هم همه خیلی است. حتی از امریکا از خیتوی ده آسان از طرز زکات کردنش. درجه از پیش از دور صورت گرفتگی ماندگی است که ما خوبتر بینیم. اکنون رنگوش هم ببینیم که چی رنگ دارد. این لباس همگی 5 نمود رنگ دارد. از اینجا رنگ ها را دیده انتخاب کرده میتونیم که زکات کنیم. حتی برای فهمیدن ما آسان کرده شده است. از دور، از پیش، از بعد، از هر جا صورت گرفتگی ماندگی است. در اینجا باشه رزمیر این هسته. ما میتونیم از اینجا رزمیر خودمون را گرفته زکات کنیم. حتی آدمایی که رزمیر خودشون را نمیتونند اینجا با جایی داره که هر یک توچکه لباس ما را میتونیم که رزمیرش فهمیم. در سپراف که رزمیر میدرویم. نگاه کنید چه خیلی آسان فهمونده شدگی است. هر یک توچکه لباس برای ما رزمیر عدل نگفته شده است. تا وقتی که زکات کردیم برای ما توغری بیاید. این رو می توانید با پروگرام پریواد پریواد کرده بینید. باز کمی پایان میرویم و میبینیم که همین از کدام مگزین است. در اینجا می توانیم که در این مگزین ما پادپیسه کرده همه وقت از این مگزین خریداری کنیم. حاضر به درون مگزین میداریم میبینیم که این چی مگزین است. این فقط لباسای کودکانه دارد، یعنی مگزین کودکانه است. فقط لباسای کودکانه. البته از نامش معلوم است. نگاه کنید چه خیلی لباسای ارزان دارد. 40 سومن، 50 سومن، 60 سومن، 20 سومن، هر خیل. حتی این خیل نرخ در خیتوی نیست. این نش باشد تقریبا 53 سومن یا 52 سومنی تاجیکی می شود. در اینجا می توانیم رنگوش نمودش انتخاب کرده زکات کنیم. زکات کردن به حد آسان است. حاضر با پول تاجیکی زدن نرخ این رو میبینیم. همین لباس اول $14 بود، 60% سکیت کشیده است. یعنی $5.61 شده. بعدا همیت این هر رنگش هر نرخه. سرخ بود $5.61، سبز شد $3.87. حاضر باز سیاهش هم میبینیم. هر رنگش با خودش نرخ خودش داره.
سیاه شد $3.54 75% تخفیف کرده شده است. اول بود 14.43. یعنی با توجیکی میزنیم میبینیم چند پولی توجیکی میشود. در این پروگرام میداریم امریکا انتخاب میکنیم و میبینیم $3.54 یعنی چیز 33 سومن و 41 درهم. همین لباس برای ما میشود 33 سومن و 41 درهم. اگر شما هم میخواهید از امریکا زکات کنید میتوانید با ما نویسید. ما با همه راه آسانش برای شما نشان داده تا زکات که میکنیم به دست رسیدن کمک میکنیم. برای یاد گرفتن این زبان دانستن شرط نیست. شما حتی از خطای ده آسانتر میتوانید یاد گیرید. شما تنها لباس نه، تمام چیزی که میخواهید میتوانید زکات کنید. مثال بالزام، ویتامین، کرم، چیزی که به شما معقول است میتوانید زکات کنید.